التقينا للتو مع فخامة الرئيس. پیش از همه میخواستم مینداری خود را اظهار نمایم که امروز برای ما شرفی بسیار بزرگی نصیب گردید که ما امکان پیدا کردیم با محترم جناب عالی پرزیدنت کشور شما ملاقات نماییم. در اثنای ملاقات ما یک قطار مسئله های وابسته به مناسبت های بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادیم. نه تنها ما صحبت در اطراف مسئله های وابسته به مبارزه با تروریسم می رفت، این چنین وابسته به یک قطار مسئله های مهم بین المللی از جمله مسئله افغانستان و برقراری صلح و امنیت در کشورهای منطقه یکی از موضوعهای مهمی بودند که ضمن ملاقات بررسی کرده شدند. اما امیدوار هستیم که میان دو کشور این همکاری من بعد نیز ادامه خواهد یافت.